ببینین برادران و خواهران معزز، یک کسی که میخواد پولدار شود، این جادو نیست. این تو چانس هم نیست که یک نفر جبرائیل علیه السلام بیاد 10 لک دلار بده یا 20 لک دلار. نه، این به فکر است. هر کسی که فکر زیاد کرد بسیار پولدار هم میشه. در ضمن از که فکر میکنه از راه دین ما شما میبینیم چی کارا رو کنه که یک کسی پولدار شود. اول ببینین پول کس به ثروتمندا کار میکنه و غریبا کس به خاطر پول کار میکنه. بسیار کسایی هستند که شب روز کار میکنن بیچاره، شب روز کار مگر پولدار نیستن. بسیار کسایی هستند که تخصص در اقتصاد اسلامی دارن، در اقتصاد تخصص، مگر بیچاره پولدار نیستن. چرا؟ مگر بسیار کساست که فکر داره. بنان کسی که میخواد پولدار شود فقط دو کار کنه. اول فکر کنه و تلاش کنه، بعد از او ذکر الله را زیادتر کنه، از الله بترسه، تقوا را پیشه کنه. اینی رای پولدار شده. الله سبحانه و تعالی میفرماید فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. سعی کنین آیت از سوره جمعه است. میگه بعد از او که شما نماز جمعه را خواندین، الله چی میگه؟ فانتشروا فی الارض، شما تیت شوین در زمین. یعنی از الله سبحانه و تعالی کار بار حلال درک کنی و پس کار بار حلال بگردین. باز دیگهش گفته واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. گفته شما یاد کنین الله سبحانه و تعالی تا که شما تفلحون، یا یک راه را بیافین، یا مصلح شوین، یا رایاب شوین. آل برادران و خواهران عزیز، از یک آیت کوتاه با شما تفسیر میکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره جمعه که گفته فانتشروا فی الارض، یعنی شما تیت شوین در زمین. اول اسلام چی میگه؟ شما کوشش کنین که کار کنین و فکر کنین در کار، تلاش کنین، تحقیق کنین. هیچ وقت الله نگفته که تسبیح بگی در کنج مسجد 30,000 دفعه ذکر بگو من بر تو پیسه روان میکنم. هیچ وقت نگفته. این مردم از دین دور میکنن. بنان دعوتگار عزیز، کسی که میخواد پولدار شوه نظر به می آید اولین کاری که شما میکنین، ببینین فکر کنین در تجارت و تلاش کنین و عمل کنین و بعد از او ذکر الله را کنین. در راه میرین سبحان الله، الحمدلله، حتی ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. در حدیث آمده میگه 99 مشکلات حل میکنه. ادناترین مشکلات از فقر، یعنی فقر گم میکنه. لا اله الا الله، درود شریف میخونین، استغفار میخوانین، هر چیزی که ذکر میکنین اینمی بر شما پولدار و کار کنین و ذکر کنین، تقوای الله را پیش کنین. خود به خود برادر و خواهر عزیز زندگی های شما تغییر میخوره.